رابطه سوشیولوژی خواندیه، جامعه شناسی خواندیه، رفتار اکتورا برایند و فعالیت اجتماعی و رفتار توده. خب او ده حتی لیره گمه موافقه یا نه؟ زیادت شروع وقت رفتار اجتماعی گارگ نینه که شاکی دو رشده که درسته؟ بله اما درسته په فعالیت فرهنگی دار روشن فکر بنا نینه که طرح بده، روشن فکر نقد بگه. روشن فکر وقتی جامعه نقد کرد آجار اگر زور وارد بحث متدیک بید ده بیشید میشه نظریه که اجتماعی هست. برای خوب ده بیا فرقی دانی نابنده او کسی که نظریه اجتماعی هست و او کسی که جامعه نقد امگل جو دادین ما گوت روشن فکرید ما زور اهل آخوته نینه، زور اهل عمل نینه. دست بر قضا از موافق مخالف و قضیه من روشن فکرید من زور اگر هم بشین، اگر کسی بشید خود تعریف کرد و تو فرمت ها روشن فکری ده خود جیبه جی کرد زورتر اهل عمل نه، اهل آخوته نینه. یعنی اساسا نزانن با خود، یعنی خود منطبق نکن یک سری مفهوم در و دینم به جامعه خود تعریف ضعف و تئوری کن. ضعف و تئوری که آقای دکتر، ضعف و تئوری که و برنامه‌ای که مدونش چنین تو نشه به مفهوم در و هر وکی که ام مفهوم که آرو که از تو صدا مباحثه کن مفهوم که در و دبیا ام مفهوم بینن لیره به قولی ورز ده کانه بزانین ام مفهوم آیا در چارچوبا و جغرافیایی در چه میزان کار کرده اصلا جامعه آیا ام مفهومی اصلا درک بکرد. حالا اگر دکتر جان جایی که دا رفتار اگه خود جوشه جوایی که تا نقد کرد یا خود ذاتی به حرکت لرشی هر کسی که سردم و کنه دا چون داد کردن گوان کردن تا نقد کرد از جایی نقد بود اما من کشه گرده هوا بود تا گوته بود 2000 ساله کل داد تیانو شرایط دیشن بهنی نگرش نسی دیگه خب اول نقد نینه اول دی یعنی به چه اساسه که توی تشتید بیش چگو از باورمندم که اگر رقصه که نکل تو هیه شادی نینه ایدی رخنام یا دویش اول یک برنامه پیش تا بود یک جیوه برنامه بود اول هم گزاره وقتی دیگره جلسه که دو نه دسته خوب بله هم سر و ته گزاره بزن که طرف واقعا چه فکرید توی ما بیجه بله هم دیگه اینه که رو بحث هم برای خوب ده از معتقد البته بحثه که زور علمیه یعنی بحثه که جامعه شناسیت دوش دبیا وروده و بحث پیدا او جامعه که شعر دیده بید جامعه که رقص دیده بید جامعه که شعر و شاعره لاجه بیجه دنگی ولی تئوری و فیلسوف جهل در بید او جامعه اساسا جامعه که هیجانیه. اگر خواسته چند فکتا بود ببینید برای خوب دی شعر برانگیختگی دینید شعر ممکنه انقلابی چه کرد او یک کشوریت اروپای آفریقایی شاعره که انقلاب چه کرد بس وقتی به رئیس جمهور جامعه نابود کرد یعنی لحاظ سیاسی سیاست جامعه کردواری اوه 700-800 سال از روشنفکر که دیدو نبینم واقعیت روشنفکر که تئوری خلق کرد اگر وقتی هم چین
دو تاریخا کردیجی مثلا تدی مگود ملای جزیران ازو چوچ بومه فیلسوف وکی مولا صدرا جامعه کرده باریده پیدا کرد البته که اوه معلف تاریخی ریش تاریخی رخداهنه که امتشین صدا بحث کن علت چیه جو سر و خاطری از ناخوازم بیشم که او فرهنگه آمه خوب لآمریکا داشت هر رقص هیال مدرن ترین کشوری اروپای مملکت دنیای دا فرهنگه و دبیا بیت پاراستن جا فرهنگه از مخالف شهر فاخر نینم اما مطالعه پدیدار شناسی متناسب به اسناد و شواهد تاریخی که جامعه که اساسا زور بو هر میتینگ که در واقع هیجان غالب دبید مدید دا حالا لیر ملاجت گوتن برادرین ما بخو لیر بحثیت متودیک دکرم گوشه که شهر دو که هم چه بکن که روژا مثلا انتخابات دا هم همه اکثر جماعتی بکش نسه کرسی ها چه رفت داره که مجی پر لاجا و از کل بحثا مقوی هر کسی که قائل به هنده که جامعه که شهرخیز بید جامعه که اهل رقص دیده بید جامعه که هیجانی نینه هم حاضر برانده گلی کدوم مباحثه بکن زور علمی و زور دکتر جان او عقلانیت کتو دویجی دویش سره تو دیده هبید او خو انتصابی نینه او طبیعه یکی بید آموزش بجای پروردهی هبید و حتی که کیماسی یک هی عالی ساختار دارم بیشن کیماسی که دیجی هی عالی رفشنبی را دارم در چه انتظار توده که هبید که بید عقلانی رفتاری بگید و جوره که آرمانی فکر کردن نینه یعنی از مجیه سوژا کرد تا که تسخیر کرد تاریخی و اجتماعی روشه همه اما ابید رفشنبی کرد جه او سوژا کردی که ذهنیت های تا تسخیر کردن بید سرکوفت لیدد بید دیسا تسخیر کرد اول به چه متوده که اتفاقا دکتر به درستی بحث کرد او کسی که خواستن جامعه چی کرد در بیا یوتیوبی هایی که ذهنی هبید آرمان نکبید و چی کرنا جامعه اونو کجا بود که علمای فلسفی هایی که سر توماس مور و که حالا اگر اسلامی بحثت کن فارابیجی بحثت کرد اوه برای خوب دیده هم تعریف ها که تازه بحث لیکن اساسا هیچ روشنفکر اگه ارومیه دا تعریف ها دا جیو یعنی از لیره به صراحت بیشن روشنفکر من عرض کرد در بیا فرهنگ عامه نقد کرد وقتی تو جرأت اینو در خوب بیشه محبوبیت هم دیگه بیتن از فرهنگ عامه نقد کرد آروکه از فرنجی شاید اگر محفل که دارم 3 طرفدار من نبود چون از فرهنگ چون از دسته دونی مثلا نکته که البته روشن فکر نینه ما ادوه هنده جا ادوه دیم منده شبه روشن حالا شبه روشن اما وقتی از دسته دونی مثلا هیجانی ترین نکته جامعه خب طبیعتا از خود در باست خدا بیت ایدهش بدهی وقتی که تو شکل نقد که دوید راهکارش ارائه بده دقیقا ایده ما اول بیشیم محفل آدا البته دکتر اگر اجازه بدن هم بحثه خوردن چون نقطه زور مهم نه خواهش کنم عرض هم بهرم برگیم بهرام در هبو یک دو جاجی من سی کامنت و نظر هبو ولی من حض نکردم اگر گفته کم کن بهرام واقعیت هنوز میگم حالا بحث کرد زود تقریبا ما تو کار میشه بحث کرد جدا بودن بله کرد جدا بود خب از وی نده بیشون حالا از گل اولی دکتر سیستی مطلب بودتون از حالا بگو سران را در باز کنمش که کامنت کنه هر بود ولی از وی نده بیشون
امروز ما این چند نظرهای دکتر بهرام روشنفکر وقتی که تعریف دادی هر روشنفکری که برای استاندارد کرد از هانکی بیشتر مثال کرده جنوب دادی فوتبالیست سوال کرد ام بینن فوتبالیست که چه زانم لیگ حرفه‌ای اروپا بینن یا فوتبالیست که حساب کنن لیگ دسته مثلا فوتبال مالی و باید که در ضعیف میتونه قیاس بکنن که بعدش که نه همون نه علمیه نه فکر که منصفانه ولی خب اوی که مالدیوی در دلیزه اوج هر فوتبالیسته اوی که اروپایی در دلیزه هر اوج فوتبالیسته ام نکنم بجانم شاید حرفان سطحان فرد نظرم من دیدنام از بی بابا که ام نکنم چه روشن فکر شده شاید به هر حال از فکر دیدیم ام گلم متسلب نگیم چارچوب که جیره چیکن زحمت کنه چارچوب که چیکن بجن فلان کس دوی چار اصلا نقش رول اوی دکتر یعنی دبر جناب تا جمله که بیجی ار جمله تا نقش و جایگاه روشن فکری دبر دبر پاش اصلا دیتنی تا نظری تا یکی ده هم در واقع دجی روشن فکری اوی که نقد در خب اولی گفتنی خواهد عرض که به هر حال یعنی تعریف روشن فکری اصلا مفهوم و گل نقدی عجیم میگه هم نقدی دتشتن هم فرهنگ و تودیه هم فرهنگ و ملت یا دیگه قدرت حالا هژمونی قدرت سیاسی و کوهی هر دو کنجی هم دیگه اونا گل هر کن حالا دکتر دیگه که من فرهنگ و کردی از نقد که بهنی از فکر دیگه ما دکتر حالا زحمتی بکشینم مثال و مرلی دوی بابی دکشی من روشن‌تر بگه از باش سر وقت نبود که چرا به هر حال به حالتی ده یک بحثی که حالا داخل پرانتز از جنوبیم و اما که دیگه پیش جامعه در نکرد روشنفکر از قدر روشنفکر دیگه پیش تو ده و پیش جامعه ده اگر روشنفکر پیش تو ده و جامعه نبه اصلا چه تغییر و اصلا دست میکنه گرا روشن بینی محنه تاریخ در جنوب ده برخواب نخواهد تکلیف گرفت مثلا فیلسوفی یه معظم فیلسوف اسپینوزا جامعه یا سنتی ده حالا یا یهودی ده خود تکلیف گرفت اصلا تکلیف که گفتن دقیق نگر کس سر کردن کس دوخال بدینن و این حال انبر خواهد دیدن مثلا کل فلسفه موندین شاید قسمتی بایی هست سرمه اسپینوزا یعنی امینه از حرز کن بیشتون دیبین پیش مواهد کنید دیبین پیش حرزا پیش روژه در بجه پیش تفکر روژه در بجه حالا لزوما نه این که همیشه بسرا غیر متعارف و آن ارتودکس فرد ولی دیبین حتما رخنیه وقتی جناب تر رخنی یعنی در واقع فرهنگی دیگری به بولد وقتی جنوب در رخنه فرهنگی دیگری یعنی تو پیش فرهنگی یعنی تو پیشی کردی اگه تو پیش نکردی اصلا تو نمی‌خوای ببینی حتی رخنه میگیری او خودتون حتما نقد کردن اول حتما پخش کن به هر حال قضیه چون اول که از احساس دیگه خیلی مبحث بود آقای دکتر منظور معانی نه روشنفکر دوی پیش نکرد اساسا معرض که روشنفکر آخوده نکرد کرد که ممکنه تاریخی دو 100 سال پیش یا آخودنو بده اصلا قدسی زایی بیتن آخود میتون منظورم اول روشنفکر نبوده کسی فکری بید کن چون بخشی که جامعه داره عنوان پیشوا و رهبر بید پیش کردن لو بادا قضیه نه خب لحاظ فکری نه مثلا زمانی که دکتر مصدق فکر شعبان بیموخ پیش کرد با خوشی به اصطلاح بی قربانی و قضیه اساسا روشنفکر وقتی که دلیل بودم فلانی 100 سال پیش جامعه خوب پادکست روی دنیا روشنفکر اساسا اما متاسفانه در ارومیه که از تو دیده شینید فکر دیگن که چون بستره که اجتماعی دانه و چون جامعه اون با عنوان روشنفکر تناسید دویا با عنوان رهبر با عنوان کسی که خطی در واقع جامعه دویا دو دابید او دشتانه از گد مخالف ما بیشم روشنفکر گوشه که رونشتی خوره جامعه رصد کرد رفتاره تو یه نامتعادل که جامعه حالت طبیعی دو دیم پدر دویا نقد کرد نقد اساسا تئوری اونده من بخوشم این کتابه
حالا لاتینی اگر اوکبی کتابی ترجمه ای اروپا هاتینه در باره تاریخ روشنفکری و مطالعه کن، روشنفکر اساسا تعریف روشنفکری به نقد خود روشنفکر رو دست بیاد. کتابا افین روشنفکران ریمون آرون. بله. ابتدا هاتن اروپا دا خود نقد کردن روشنفکر بشتی اینکه دو تعریف کرد. آرو که اگر از بیشه ممکنه جنابت نگاه من جزمی نینه قضیه متسلبی نینه نگاه من دوک نینه به قضیه روشنفکری نگاه من او تعریف ها که از بخو قائلم تعریف ها که دو بخو قائلی ممکن از ساختارا و تعریفه دا جیبجی نبیم آقای جهانگیری آقای ابراهیمی جیبجی اما او تعریف ها کمه هی من عرض کش به ازا و نزدیک به 8 میلیارد انسانی که آرو که دایره هستی دانه ما تعریف متفاوت روشنفکریه هر کسی که زن خود تعریف دیگه که تعریف ها کمه هی متاسفانه جامعه ما یا کردواری 500-600 سال اخیر دا جامعه ما هیچ روشنفکر متولد نبید. البته از کامنت که دارم دکتر جان گرامشی دبیجید یعنی هر کسی دشید هر انسان دکاره روشنفکر اما ما بس دکتر قاعدتا ام نگاهن نه و یه دیجیتش تو مهم نقشا کو دشید بلایزیت اوه یعنی نقشا روشنفکری هندک نشین بلایزه خب البته خب چه آقای دکتر دی به اصطلاح به قول به تعداد نفرات انسان سر روی اردین کن نظر هست خب ولی دیدنامه در به هر حال یعنی ام بینن اگر ما عرض که ام استاندارد یک چیز استانداردی ام قیاس دکن برای خواب دیدن جامعه ما یا حالا سنتی در آیا سنتی در چه نقاط ما یه سنتی چنین مشخصه هست وقتی هیا نقاد سنتی هست کسی که عشیره عادت عشیرتی عادت سنتی عرض به حضور فرهنگ آمد اینه نقد که وی لحظه نظرم نقش رو روشنفکر داده خب مشخصه اب کسی که روشنفکر شاید الگوی آقای دکتر ها برای خواب دیده بجیده خب الگو چه نبونه حالا 560 سال آقای دکتر گلم و از گل موافق نه به شکلی نه خب برای رساجی نه ولی اگه هم هست یا ایو رو جدم خب شاید چارچوب استانداردی مثلا آکادمیک نه من روشنفکر چه نمه و این نظر من هر کسی که به هر حال فعاله او نخبه از فکر کنم واژه که هم دانشجویان نخبه او نخبه که به هر حال نقد که اوضاعی خب مشخص هر رول که روشنفکری گلیزه حالا چه طبقه خوده چه نوع قومیت خوده چه نوع ملت خوده وقتی شاید آقای دکتر معرض که روشنفکر الگوی مولد فکر خب اول یعنی در واقع پیشینه که گل قوی دخوازه آقای دکتر برای حالا می با صحبت و گوت بحث و افکی فرهنگ و کردیده لیبرن چه کنش چنین هر کنش و رفتار انسانی قسمت احساسیه یا به قول جناب حالا از بیشم احساسی باشه جناب امر که هیجانی قسمت عقلانیه چه کنشی پیدا نکنه که قسمت عقلانی یا 100% و یا احساسی 100% به هر حال هر دو تشتنه هنه و از فکر دکم یک جنسی جی ننن تقریبا ما بینه گر حق قیاسه بکن ده خودی به شولید کنی نقل بکیده بیجی بار وزن و احساسی یا عقلانیت های گرانکی جان سوه کرد ولی وقتی هم بیجن چون مشاعر هنه چون رقص و کردی ها چون فرهنگ و کردی ها علتای بهن یک و من فیلسوف چننن اول رخنی از بقصه جناب دیگه البته تشتنه یعنی ده حوزی جدان هستن دو حوزی جدان انها جناب تحریدی به هر حال بخش هنر ده بخش ادبیات برای خاطر اصلا عرصه که جدا یعنی تو وقتی گل هنری شغل بکی دبی قسمت احساس و اصلا رویا و انا خیال و اوتشتنه یعنی فکر کنم ده تشتی جدا نه وقتی هم بحث و عقلانیتی دکن دبی ساختار ته به آقای دکتر که هم بیجن که آیا جامعه میا کردی چه ساختار کبیه حالا چه جنی نه دوره بیا علتهای دیماسی هم خوابونه ولی چه ساختارهای هبیه که نکایه عقلانیت مدرن تولید کرد تو باسم من اصلا واسه جامعه کردی و من یا ایرو
حتی 45 سال پیش نهاده دکتر چند تحصیل کردیم من دانشگاهی باجری اورمیدم با جامعه کردی و برای ایرانی اون ماستر نکردم با اورمی چند تحصیل کردیم من کردیم شاید به تعداد تلگاه حتی مثلا 50 سال 40 سال پیش نه دانشگاه دیدیم محبوب چند مدرسه محبونه مشخص است سیستم اقتصادی و سرپایا دامپروری و کشاورزی و سنتی و یا سیستم اجتماعی که سر بحث قبیله‌ای و یا فئودالیته البته وقتی میگم فئودالیته نه فئودالیته که مثلا تیپیکا و گروپا ولی فئودالیته هبه عمد ببینه انتظار مجید لی هبه یعنی هندی کوتشتی حید بی ما انتظار لی هبه خب مشخصه وقتی وی جامعه دم درکت نه خب این روزی نظر من غلطش کردن خب شکر من شاید انها صدها هر راحت بکنم بگم صدها مثلا من دکتر هنه صدها دکترا رشته های متفاوته خب جی شانازی منه و از فکر دیگه اگه کس کرده شنو باشه نکایانه که استفاده کرد خواهد زانم که اولی بیرو در باسی هم قصه که یلا محدودیت هم وقتی هم داد نشهرده وقتی هم داد پیچا که تحقیق برای خواهد نامه یعنی سیستم و فرهنگ و پهلوی و شونیست و پیشی واسه که بو کسی شکلیان نبا بده کنیان تحقیق دکن مدگود ام گند خود ای امیده ببینیم چیتر مثلا یوحنا بازار چون فرهنگ و ویده که محصول شبه مدرنیته حالا پهلوی بود ارتش در زای بسیار چیکره بود ولی از فکر دیگه وقتی هم به شرایطی ده هات نگیشتن برای ما دست کرد مازن نه برای در گلت موافق نه یعنی دیگه کشتی خود باوری و محبت اعتماد به نفس و محبت ما گلت دست کرد همونه نسل چویده آیا خانواده ده آیا دکتر فرجی هم قاعدتاً چه نبود چرا چه نبود چون ساختار هنگی نده که دکتر فرجی تولید کرد ولی این روزی تغییر هاتی پیش مطلوبی که و گلت دست کرد مازن فکر که مقاله حالات بار اقتصادی در برخوابیده در بار فرهنگی در برخوابیده در بار علمی در برخوابیده 30 سال 40 سال پیش نهاده چند قسمت رو مثلا سیستم اقتصادی و علمی دست کرده داده بود نه مثلا دست مده اون از نظر فرهنگی از نظر علمی مثلا ما چند هم پیش کرده مشخص است ما بینی گل جامعه که پیش کردی جامعه مدرن قیاسی هم گل قیماسی مهنه ولی از فکر گویا که تشتم هایی از نمره قبولی دن ما خواه اجازه بدن کرم که آخر نه چون بده بستان گلی که دکتر ما هم باید که کومبینه بمرحله خواهش برای خود هم کسی که و داری چطور لنزانه ما گوداری و یا احیانا بینید محدودیت زمانی هست شاید فکر کرد که آقای دکتر تندرست انسانه که زور مثبت زور اول که لیره رو نشتیه بحث تغییر تحولات داد کرد آقای فرجی انسانه که من همه داشته منفی باف و منفی گران آقای دکتر وارد اون بحثی باوری نبرد اصلا بودن وقتی که من که وارد از کشتی معذب معذوره خواهش ایتیم هم وارد بحث های بسیار به قول تا متدیک و علمی دقیقاً هم بحث علمیه اتفاقا از اول خواستم یعنی قضاوتی دارن برای ابراشی چوفی حالا از ذهنیت خانی اجنا کم بلا مخاطب ذهنیت خانی و نتیجه خوب بگیرید برای خود آقای دکتر من نگود یه دستاوردی متشه برای جامعه کردواری و که هر جامعه که موجوده که زنده حرکت کریه من عرض کرد من عرض آقای جهانگیری که اگر اون بخوازن علتا بانده که بو چه جامعه آمده دا فیلسوف رشد ناکد بو چه روشن فکر دا رشد ناکد اگر این بخوازن همده بشین دو معلفه و مصادیق تاریخی علته و حالا جغرافیا بخشه که نبینا شهر مازن که دستی ما کرده دا نبینا بخشه دیه روندگی ها ما بخشه دی بیا کوچبری ها ما بخشه دی بیا قدرت سیاسی نبینا اسکولاستیک گرن یا مدرسه گرن و فکرام بخشدی بیا دسترسی نبین به مدارس و مکتب و بخشدی اما داستان قضیه که جنابت از من اول داشت اگر هم بخوازین تعریف اکیل روشن فکر بکن خوب وقتی از بحث شهری دیگه هم بیشم جامعه که من اول تفکیک کردن نظام میدو لیره مخالطه اکاته کردن
که فرجی مثلا فیلسوف دان در مقابل شعرت بجیتن اگر فیلسوف جامعه آمد و سر خاطره شعری اکر فیلسوف رشد نکرد او تشته مخالطه که زور کسا دوچار و سو تفاهمی بینه که از بجم اتفاقا جامعه که نشاط دیدن نبی جامعه که شعر دیدن مگه دی بشه هیجان و ذوق و فرهنگی و جامعه کلی بگیره مگه تو دی بشه از معتقدم جامعه هم از اون تکبادی بیا دکتر تو وقتی چیه ستادادا متفکر اکتیلی بوده راهکاری دادن جامعه کلن لحواری داد خرکی از سری کدو بلا لاجه گومه بیتایی از او بودا قضیه برای خود که من قضیه برکم کردیم او جامعه ما از اگر جامعه ما رفتارید مقابل نیاز و پاسخت عجولانه داد سر و خاطره که لحاظ روانشناسی حالا من بیخوش به کسی جا دیتر دو نفر رو بینم به حوض روانشناسی اصلا با جامعه تحلیل کرد بزنم جامعه نخوشیت و جامعه چیه و نقد کن نقده که اوریان و سریع دکتر دستاورد محبیه مظاهرت مدرن مظاهرت مدرن چون هم جامعه که اساسا سرخورده نه جامعه سرخورده دو هندینه که مشروعیت پیدا کرد الان جنوب و غربی ها ایرانی حتی شمال و شرقی ها ایرانی من تحصیل کرده دانشگاهی همه از خواستم عرض کم اما او تحصیل کردانه هم نشین بیج نمان روشن او کسی که حوزه کی دو حتی المپیاده که دنیای دو مدال اکی نه از نشین بیجم او تعریف ها کامل از نشین بیجم او روشن فکر از خواستم اهنده عرض کم حتما من خواستم فیر بین برای از معتقدم او تحصیل کردید مجی دوچار فرقه گرایی بوده فرقه گرایی اصلا برقضا از فکر کردم نخبید مگه سنتی زورتر جامعه پیش بده بره مثلا هم بچینه دو سرانت اشایر یا علمای دین زور راحتر تشونگن مرکز ارتباط بگیرن حتی اورو که از نوع اورو که زور حالا من جایگاه که اجتماعی هبیده بشیم یه شخص اول استان مراوده کرد هم دست حسینیه از طرف شاه تینون در دشتکی دو آخوتن گلادی نگاه هم اگر کار کردی بیتن زور چیتره یعنی هم دو هندی نبین که کمیتی بحث قضیه که بحث کیفیت و رفتار هم بکن چیتره کرم کرد باشه خواهی سر مستاق را هستید بجید مثلا ایکس ایگریک آیا روشنفکر یا روشنفکر نه ادیم بین ام جریان روشنفکریه بزن کنه آیا هیا اون چننه از بیشم روشنفکر چنینن دکتر قدم ادیته جهرتر چید بحثی جریان روشنفکریت کرد یعنی ام دکان پی آداب و پی ادبیات که گلا چیتر ام گل حفظه کن ام وجی ام دکان خو اصلاح کن دکان تمرینی بکن دید که مثبت های دکتر دبی محبت اونده بود متفکره که کرد لیره بحث لینه که دایره روشنفکری تعریف کرد ایرانی نه صریح از بیشم فرهنگوم نموده که فرهنگوم تو شاره دو بود از نو بینم از بینم برکا خیابانا ولی اصلی از بینم مجسم و صدر ام چون مگوتی نوع خیابان تی بگنم ما مستعد القادر بیزاری خب ام دزان از نظر
دینی، از نظر اخلاقی، از نظر عرفی، از نظر قانونی، از خواسته که کاملا ساده. خب وقتی اول نوعی کردن اوی خطای من مطالبه گری نزانم، اوی گلبان نزانم از درخواست نه دکتر، نه تبعیض به تمام معنا، به تمام معنا، به صورت سیستمی تو شهر ارمیه داره مولد تبعیض او دستن در کاری قدرته. تمام اجاله را تمام از خیالات در راحت کن قومیت اندی که او جمله نکرد دستاویز بود ما باحث خیال خود راحت کرد کشتی دوره که خیال باشه دکتر جان چه تو بیجی اب کسی که مثلا دیگه هوا احساسای هست حتما ایشی کنه از فکر که من ایشو جانه که هم بین که هم ایشوی جانه آسیب شناسی بکن هم سرکوفتی بیدن هم تحقیل کن تا چرا دیگه از وی دیتنوه از رخنه لیده برای خواب بدن ترکا ده 2 یا 3 فعالیان یک کرد حالا کاندیدای جایزه سالهای نوبل بودن البته که جیموس نه دکتر از خواستم عرض کنم جامعه کردواری جامعه که داینامیک دکتر از تو دیدو نبن برادرید ما 40 نفرید که رخ کیلگو تا رونشته دیدو بن و دیدو نبن ها جامعه دی حرکت ها خوب بکن چلکت کنم همه نوای با چی رو دیچنم کن که جنوبی ده گل هم فکری خواه گل دوستیده کن که اون پیشیده خواه چه ایرادایی چه اصلا همه نشانا پویایی یا جامعه گیره دوست برادرید چلتن تبعیض تشدید بگن حتی برکا تبعیض راست آیا نتیجه تفکر مارکس چه بیه؟ برای خوابه دیده تفکر مارکس نیویا دنیای 50 سال 100 سالی بارای خست و شاید البته بحث گلو دوستی من یک چپ نشکه گلت توره نبود منظور نه اینکه هم بینه همون تشته ولی خب هم نتیجه ده بینن تفکر که مارکس اینان دیو و نیویا دنیای چاختی لی تبعیت نه نتیجه هم ده بینه روشنفکر سواد شخصیت روشنفکر دستاوردید که قراره بود جامعه اوککت خودباختنی نه بو هر الگویی که چرخش منافع چنینه